سلام دوستان، با جلسه ششم درس مدیریت از دیدگاه اسلام در خدمتتون هستیم. صفحه 54 ابوریحان بیرونی در خصوص ماهیت مدیریت که از آن با عنوان تولیت امر اجتماع یاد می‌کند به چند نکته اشاره می‌نماید. پیدایی تولیت امر اجتماع برای سعادت اجتناب ناپذیر است. تولیت امر اجتماع باید مبتنی بر عدالت باشد. معیار عدالت قانون صحیح است. قانون صحیح آن است که توأم با منصوصات الهی باشد. ابوریحان بر این باور است که تولیت امر اجتماع با توجه به آموزش‌های امامت شیعی باید مبتنی بر تجانس، مودت و همیاری باشد. پاراگراف بعد اونجایی که میگه شیخ مفید نکته خاصی نداره، اما حالا یکی دو بار مطالعه کنید و بدونید چی میگه. پاراگراف بعدش دین و سلطنت دو برادر توامان هستند. دین اساس و سلطان نگهبان آن است و آنچه بی اساس باشد منهدم می شود و آنچه بی محافظ باشد از بین می رود. بنابراین از منظر این معلم هر نوع تدبیر و سیاست در زندگی انسانها باید یاریگر شریعت و فهمی از کتاب و سنت بوده باشد و این حقیقت پیوستگی سیاست با دین است. پاراگراف آخر جایی که میگه وی با بهره‌گیری از ابزار عقل، اینو شیخ مفید میگه. وی با بهره‌گیری از ابزار عقل به روش سلبی به نفی حکومت ظالم و به روش اثباتی به ضرورت حکومت نبی، امام و فقیه عادل و وظایف آنان در عصر غیبت پرداخته است. اگر بیاید صفحه بعد، تقریبا پاراگراف دوم اواسط پاراگراف اساسی ترین دلیل شیخ مفید برای ضرورت تشکیل یک نظام سیاسی اصلاح جامعه است که به اعتقاد وی با اجرای قوانین الهی اسلام به دست یک رئیس عادل تأمین می‌گردد. پاراگراف بعدی نکته خاصی نداره، اما باز هم مطالعه بفرمایید. پاراگراف بعدی از دیدگاه شیخ طوسی امامت در ریاست عمومی فرد معینی بر امور دین و دنیای مردم تعریف شده و بر همین اساس دارای دو جهت رهبری دینی و زعامت سیاسی است. 4 خط پایین‌تر شیخ طوسی یکی از مواردی که موجب تهدید اختیارات رهبر جامعه می‌گردد را مصالح عامه و منافع عمومی می‌داند. ببینید اینجا مهم نیست که شما بدونید این شیخ طوسی گفته یا کسی دیگه. شما فقط باید بدونید که یکی از مواردی که موجب تهدید اختیارات رهبر در جامعه می‌گردد مصالح عامه و منافع عمومی میباشد. حالا در ادامه علت این رو هم میگه که امام و زعیم جامعه به دلیل اینکه برای مصالح مسلمین منصوب شده است در مواردی که به منافع و مصالح آنها لطمه‌ای وارد میشود نباید اقدامی کند. شیخ طوسی معتقد است که حکومت برای گسترش حاکمیت خود در مناطقی که از مرکز حکومت فاصله دارد و زعیم سیاسی جامعه و رهبر آن نتوانسته خود به تنهایی بر مسائل آن نظارت کرده و به اتخاذ تصمیمات و اعمال آنها یا همون اعمال آنها بپردازد، فرمانداران و امیرانی را برمیگزیند و به سوی، اگر حالا بیایید صفحه بعد، حوزه مدیریتشان گسیل می‌دارد. شیخ طوسی از این مسئولیت با عنوان تولیت الولایت من الامرا یا همون اعطای ولایت یاد میکنه. در ادامه نکته خاصی نیست، اما مطالعه بفرمایید که حالا یه مقداری مطالعه بشید نظر دانشمندا رو. توی پاراگراف بعدی یحیی ابن سعید هلی یه خط پایین‌ترش از دیدگاه یحیی ابن سعید هلی حاکم کسی است که میتواند و حق دارد در منازعات حکم براند و معنای حاکم تنها در زمانی تحقق می‌یابد که تخاصمی در کار باشد. یک خط پایین‌تر از دیدگاه علامه هلی سلطان شامل 4 دسته است: امام معصوم، نائب امام و معزون از سوی وی در عصر حضور، معزون از سوی امام در عصر غیبت که همان فقیه جامع و شرایط است،
و منسوب حاکم شرع. پاراگراف بعد، خط 8، از دیدگاه قطب‌الدین شیرازی، سیاست یا همون مدیریت از طریق معرفی فضیلت و شناساندن مفهوم و مصادیق آن در جامعه، قوای نفس را به اعتدال می‌کشاند تا افراد جامعه به جای روی آوردن به افراط و تفرید، به تخلق به ملکات نفسانی و فضایل روی آورند. از دیدگاه قطب‌الدین شیرازی، سیاست تدبیری است که هدفش اصلاح مردم در اخلاق، رفتار و عقاید و افکارشان و ارشاد آنان به راهی است که سعادت دنیا و آخرت آنها را تأمین می‌کند و مصداق کامل آن سیاست نبی است. اگر بیایید صفحه بعد، خط 5، علامه قطب‌الدین شیرازی حکمت را عبارت می‌داند از معرفت به حقایق اشیا و پدیده‌ها به میزانی که در توان انسان است و عمل به آنچه بایستنی است به میزان استطاعت انسان در جهت کمال نفس. یک خط اگر بیایید پایین‌تر، حکمت عملی از دیدگاه قطب‌الدین شیرازی معرفت به موجودات و پدیده‌هایی است که در حیطه اراده و تصرف و تدبیر انسان قرار می‌گیرد، به طوری که بر اساس مصالح نوع انسان تدبیر و تصرفی در آنها می‌شود که اولا به نظام معاش مردم منجر شده و ثانیاً مقتضی وصول به کمالات عالیه می‌گردد و در این صورت از آن به حکمت مدنی تعبیر می‌شود. 3 خط اگر بیایید پایین‌تر، اعتدال قوه مدبره و عاقله نفس و جامعه به حسن تدبیر است. اعتدال قوه غضبیه به شجاعت ورزیدن، کرامت و شهامت داشتن، حلم و وقار، فرونشاندن غیظ، دوری از تهور و بیباکی و تکبر، دوری از گوشه‌نشینی و سلطه‌پذیری و ترسویی. اعتدال قوه شهویه به عفت، میانه‌روی، صبر و حیا و دوری از حرص و طمع و زیاده طلبی و دوری از زهد و گوشه‌نشینی است. مقصود از اعتدال آن است که دو قوه شهویه و غضبیه تحت امر قوه عاقله درآیند. انتهای صفحتون قسمت پاورقی، خواجه نصیرالدین طوسی از حکمت به عنوان دانش فرازمانی یاد می‌کند. اون پاراگراف آخر کتاب هم علامه بهرانی، این رو هم حتما مطالعه بفرمایید، اما خیلی نکات کنکوری داخلش نیست. اگر بیاید صفحه بعد، صفحه 58، ببینید توی فلسفه سیاسی مسکویه میاد نام‌های متعددی رو برای رهبری انتخاب میکنه، مثل حاکم، ملک، سلطان، قیم، وکیل. حالا توی خط چهارم این پاراگراف اومده هر کدوم رو توضیح داده. گفته وقتی از رهبری با عنوان فیلسوف یاد میکند، به ابعاد معرفتی و غایات فاضله در حکومت نظر دارد. وقتی به حسن سیاست و اداره جامعه توجه میکند، از عنوان مدبر و سیاستمدار بهره می‌جوید. از آن جهت که رهبر باید مصالح عمومی و معیشت بهتر جامعه را تأمین کند، از وی به عنوان قیم تعبیر می‌کند و چون حاکم در حکومت خیش و اجبار و اکراه مردم به نوعی از طرف آنها وکالت دارد، از آن به عنوان وکیل مشرف یاد می‌کند. عنوان ملک را برای کسی اطلاق می‌کنند که حافظ آیین بوده و مراتب و درجات دین و اوامر را حفظ می‌کند. از نظر مسکویه در بین عناوین مذکور 3 عنوان ملک، حکیم و فیلسوف تنها برای حکومت دینی به کار می‌رود. مسکویه تحصیل کمال و سعادت را تنها از راه حکمت می‌داند. یک خط پایین‌تر، کسی که حکمت عملی را فرا گرفته و تحصیب نفس می‌کند، صلاحیت تدبیر را می‌یابد و می‌تواند به تدبیر و سیاست منزل، مدینه و مملکت بپردازد. چنین کسی در هر 2 جزء حکمت به کمال رسیده است. این رو مسکویه میگه. به اعتقاد مسکویه، انسان کاملی که در جایگاه مدبر مدن قرار می‌گیرد،
وظیفه تأمین سعادت همه اجتماع را بر عهده می‌گیرد و بر مدبر مدینه لازم است که همه انسان‌ها را به سوی سعادتشان هدایت کند. 4 خط مونده این پاراگراف تموم بشه. مسگویه از تلفیق دین و سیاست به نوعی از سیاست میرسد که آن را به سیاست الهی تعبیر می‌کند و موضوع آن اصلاح دنیا و آخرت انسان هاست. این نوع سیاست بر قوانین شریعت مبتنی است و همان است که همه انبیا بعد از امر به توحید و یکتاپرستی به تبلیغ و اجرای آن مأمور بوده اند. توی صفحه بعد، صفحه 59، علامه مطهری برای تبیین مدیریت از دیدگاه اسلام از مفاهیم رشد، امامت یا هدایت استفاده می‌کند. شهید مطهری اعتقاد دارد که رشد اصطلاحی است که مأخوذ از قرآن مجید است. 6 خط اگر بیاید پایین، از دیدگاه علامه مطهری رشد عبارت است از اینکه انسان شایستگی و لیاقت اداره و نگهداری و بهره برداری یکی از سرمایه‌ها و امکانات مادی و یا معنوی که به او سپرده می‌شود را داشته باشد. یعنی اگر انسان در هر ناحیه از نواحی زندگی که حکم یک شأن و وسیله‌ای را دارد، شایستگی اداره و نگهداری و بهره برداری از آن را داشته باشد، چنین شخصی در آن کار و در آن شأن دارای رشد است. از دیدگاه شهید مطهری رشد فقط منحصر به سطح فردی نیست و در سطح ملی نیز مطرح است. 5 خط اگر بیاید پایین‌تر، وقتی انسان می‌خواهد انسان‌های دیگر را اداره کند، یعنی وقتی که موضوع رشد اداره انسان‌های دیگر باشد، آن را مدیریت و رهبری می‌نامند. این نوع از رشد در اصطلاح اسلامی هدایت و به تعبیر رساتر امامت نامیده می‌شود. از منظر شهید مطهری دقیق‌ترین کلمه‌ای که بر واژه امامت منطبق می‌شود کلمه رهبر است. فرق نبوت و امامت در این است که نبوت به معنای راهنمایی و امامت به معنای رهبری است. اگر بیاید صفحه بعد، صفحه 60، خط دوم، پیغمبران بزرگ هم نبی و هم امام هستند. یعنی هم شأن راهنمایی دارند و هم شأن رهبری، ولی پیغمبران کوچک فقط نبی بودند و امام نبودند، راهنما بودند ولی رهبر نبودند. قرآن مجید بر این اصل که می‌کند که پیامبر اسلام راهنمای رهبر است. پاراگراف بعد، از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی سیاست به اعتبار فعلش تدبیر است و به اعتبار غایتش مراتب ارشاد، راهنمایی و ترغیب تا سعادت و ایصال الی المطلوب می باشد. پاراگراف بعد، خواجه نصیرالدین طوسی معتقد است آن معرفتی که از بایستنی ها بحث می کند حکمت عملی است که بر 3 قسم است: علم تحسیب، تدبیر منزل و علم مدنی. علم تحسیب را می توان مدیریت بر خود یا خودمدیریتی دونست. تدبیر منزل را مدیریت در سطح سازمان و علم مدنی را با علم مرتبط با مدیریت در سطح جامعه و کلان مترادف میدونه. انتهای صفحه تون پاورقی، از دیدگاه ابوریحان بیرونی انسان‌ها در طول زندگی خود 3 کمال را می‌گذرانند و تنها کسانی شایستگی رهبری جامعه را دارند که ضمن گذر از بلوغ جسمی و بلوغ عقلی به بلوغ تدبیری نیز رسیده باشند. ابوریحان در کتاب آثارالباقیه می‌نویسد آدمی را 3 کمال است. یکی آن است که به حدی رسد که بتواند تولید مثل کند و آن وقتی است که 27 سال از عمر او بگذرد، یعنی به بلوغ جسمی برسه. کمال دوم آن است که نفس فکری و ناطقه آن تمام گردد و عقلش از قوه به فعل آید که بهش میگن بلوغ عقلی. و کمال سوم آن است که اگر به فرمان روایی رسید بتواند همه مردم را اداره کند که بلوغ تدبیری است، و یا اگر خانواده تشکیل داد بتواند امر خانواده را اداره نماید و یا اگر تنها ماند خود را بتونه اداره کند. بدین ترتیب ابتدایی ترین صفت مدیران و حاکمان رشد طبیعی و عقلانی است و به نحوی که تدبیر خود یا خانواده یا جامعه را بر عهده گیرند. بنابراین با عنایت به سطح بندی صورت گرفته در مکتب فکری ابوریحان بیرونی
میتوان کمال مدیریت را در بلوغ جسمی و بلوغ عقلی و بلوغ تدبیری خلاصه نمود. اگر به صفحه بعد، صفحه 61، علم تحصیب یا خودمدیریتی، این علم به اخلاق فردی و طریق تحصیب آن میپردازد. تدبیر منزل یا مدیریت بر سازمان، علمی است که تدبیر اجتماعی کوچکی به نام خانواده را در زمینه اقتصاد و تأمین نیازهای آن متکلف است. علم مدنی، مدیریت بر جامعه یا کشور، این علم به تدبیر شهر و مدینه‌ای می‌پردازد که در آن افراد زمینه وصول به سعادت را دارند و می‌کوشند تا به چنین سعادتی نایل آیند. پاراگراف بعد و پاراگراف بعدش نکته خاصی نداره. انتهای صفحه صدر المتعلهین نسبت دین و سیاست را بر اصل کلی رابطه دین و دنیا و رابطه دنیا و آخرت مبتنی کرده است و معتقد است که دنیا برای دین و آخرت جنبه مقدمی و ابزاری دارد و برای تحقق دین و نیل به سعادت اخروی جز از نشأه دنیا نمیتوان عبور کرد. اگر بیاید صفحه بعد، صدر المتعلهین دنیا را منزلی از منازل سائرین الی الله تعبیر می‌کند و انسان را مسافری می‌داند که از 11 منزل باید عبور کند تا به مطلوب حقیقی خویش نائل شود. لذا دنیا از این لحاظ متصل به آخرت است. ملا صدرا بر اساس سفر آغازین، سفر من الخلق الی الحق، بر این باور است که کوله‌بار سفر جز با تدبیر و سیاست و مدیریت کارآمد مهیا نمی‌شود. او با ترسیم چند اصل اساسی به این ضرورت رسیده است: انسان مدنی و به طبع است و گرایش به جمع دارد. دنیا مقدمه آخرت است. تحصیل و اصلاح دنیا ضرورت عقلی است. انسان خلیفت الله روی زمین است. ادای حق خلیفت اللهی و اصلاح حیات اجتماعی برای این سفر روحانی جز با سیاست و ریاست امکان پذیر نیست. این صفحه تا دیگه نکته خاصی نداره تا اون پاراگراف آخر. ابونصر فارابی علم مدنی را که شاخه ای از حکمت مدنی است، علمی می‌داند که از انواع افعال و رفتار ارادی و از ملکات و اخلاقات و سجایا و عادات سرچشمه می‌گیرد. فارابی معتقد است مدیران برای مدیریت جامعه باید از تعقل مدنی برخوردار باشند. تعقل مدنی یا فضیلت فکری مدنی عبارت است از اندیشه درست در مورد بهترین مکانیزمی که مدینه را با آن می شود اداره کرد. تعقل مدنی صرفاً با آگاهی و قدرت بر اجرا به دست نمی آید، بلکه از راه تجربه حاصل می شود. ابوعلی سینا بر این باور است که زندگی مدنی به قانونگذار عدالت گستر نیاز دارد تا قانون عادلانه را بنا نهاده عدالت را محقق سازد و در میان آنها با این قوانین زندگی کند. ابن سینا معتقد است که اخلاق و تدبیر منزل در عرض و هم سطح علم مدنی است. دو خط اگر بیاید پایین‌تر، از نظر بوعلی سینا موضوع مورد بررسی در سطح اخلاق فرد انسان است و از این بحث می‌کند که عادات و اعمال اخلاقی فرد چگونه باید باشد تا او بتواند به سعادت دنیوی و اخروی برسد. تدبیر منزل که در سطح خانواده است به این موضوع می‌پردازد که انسان چگونه باید خانواده خود را مدیریت نماید تا ارتباطش با همسر، فرزندان و خدمتکاران به گونه‌ای تنظیم شود که به سعادت برسد. موضوع علم مدنی نیز جامعه مدنی است، به گونه‌ای که درباره انواع مختلف جامعه مدنی، حکومت‌های صالح و فاسد و همچنین درباره چگونگی ایجاد، چگونگی سقوط و چگونگی تغییر آنها بحث می‌کند. ابوعلی سینا ویژگی‌هایی را برای جانشین نبی یا حاکم اسلامی برمی‌شمارد که در مجموع در 4 ویژگی دسته‌بندی می‌شوند. توی اون حالا شکل انتهای صفحه اومده گفته که اون 4 تا ویژگی رو، یکیش استقلال مدیریت، عقل اصیل، علم فقها باشه و اخلاق شریفه داشته باشه که در ادامه اومده اینا رو توضیح داده. استقلال در سیاست و مدیریت، مستقلاً در تدبیر امور زندگی مردم تصمیم عاقلانه بگیرد
و راه درست از خطا را بازشناسد. اگر بیاید صفحه بعد، عقل اصیل. کمال در عقل نظری و عملی داشته باشه. اولا عقل باید از مرحله قوه به فعلیت در آمده باشد و ثانیاً در مسائل عقلی متکی به خود باشد و به تقلید بسنده نکند. اخلاق شریفه. صاحب شجاعت، عفت و حسن تدبیر یا حکمت باشد. داشتن فقاهت قوی‌تر در مقایسه با دیگر مردم. مهمترین ویژگی است که بر اساس آن حاکم باید عارف‌ترین و آگاه‌ترین مردم به شریعت و به تعبیر کوتاه‌تر اعلم فقها باشد. بنابراین ابن سینا جانشین نبی را نه تنها بی‌نیاز از فقه نمی‌داند، بلکه تأکید می‌کند که باید افقه مردم زمانه خود باشد. ابن سینا نه حکومت حکیم را به تنهایی می‌پذیرد و نه حکومت فقیه را، بلکه او به حق حاکمیت برای حکیم فقیه معتقد است و این حق از طرف مردم اعطا نمی شود و به همین دلیل از طرف مردم نیز قابل سلب نیست. یعنی مردم در عزل و نصب حاکم نقشی حقیقی ندارد و در واقع چنین حقی ورای اراده مردم وجود دارد. ابن سینا حکومت را از شؤون کاملترین فرد انسانی یعنی نبی می داند و معتقد است چون وجود نبی نمی تواند همیشگی باشد، جانشین او هم باید بعد از نبی کاملترین فرد باشد. ابن سینا بر این باور است که باید برای زمان فقدان نبی تدبیر عظیمی اندیشه شود. تدبیری که ابن سینا مطرح می کند دو بخش دارد. بخش اول تعیین سنن عبادی و مناسک دینی از طرف نبی. بخش دوم تعیین جانشین صالح برای نبی. جانشین نبی از دو طریق ممکن است منصوب شود. یا شخص نبی معرف جانشین خود باشد که صحیح‌تر و صواب‌تر است و یا اینکه عده‌ای از پیشگامان و پیشروان در دین بر شخص خاصی اجماع کنند. پاراگراف بعد خواجه نظام الملک اگر 3 خط بیایید پایین‌تر در طرح نظریه شاه آرمانی ظلم را مفهوم بنیادی گرفته و رعایت عدالت و دوری از ظلم را عاملی می‌دونه که نظام سیاسی را از متلاشی شدن مسئول می‌دارد. شاه آرمانی وقتی تحقق خواهد یافت که قدرت حکومت با عدل، دین و حکمت توامان باشد. پاراگراف بعد از دیدگاه غزالی خط 4 سلطان نیازمند قانونی است که قادر به حل اختلافات باشد و قانون یا فقه نیازمند کارشناسی است که فقیه نام دارد و قانون را در اختیار سلطان قرار می‌دهد. پس فقیه معلم و مرشد سلطان است و سلطان مدیر و مدبر و کنترل کننده جامعه میباشد. غزالی معتقد است که حکومت و مدیریت بر 3 رکن اساسی استوار است. پیامبران که دین و قانون خدا را از راه وحی دریافت و در میان مردم تبلیغ کردند که این دستمایه اصلی حکومت است. سلاطین که حکومت تشکیل می‌دهند و ناگزیر باید قوانین اجتماعی را بشناسند و در جامعه به اجرای درآورند و مردمان را در چارچوب حد و حدود الهی و حق و حقوقی که برای اعضای جامعه از آن به دست می‌آید کنترل کنند. شناخت قوانین اجتماعی دین به منظور اجرای آن و تشکیل حکومت دینی بر پیش‌فرضی مبتنی است و وجود اجتهاد و استنباط احکام الهی و تخصص در فقه و حکومت دینی بستگی دارد که به عهده علما است. اگر بیایید پاراگراف بعد، از نظر محقق نراقی رابطه دین با تدبیر امور جامعه از 2 جنبه قابل مطالعه است. یکی جنبه علت مادی و محتوایی، دومیش جنبه علت فاعلی و اجرایی. از لحاظ محتوایی دین مجموعه‌ای از احکام، اعتقادات و ارزش‌هایی را شامل می‌شود که از سوی خداوند و فرستاده خاص او به بشر ابلاغ گردیده و بخش عملی آن فقه نامیده شده است. نراقی از دین و شریعت به قانون تعبیر کرده است و میگوید قانون و شریعت بر اساس ساماندهی حیات انسان بر اساس قاعده لطف از سوی خداوند فرستاده شده به طوری که تمام ابعاد زندگی مدنی که تدبیر امور جامعه نیز مهمترین جز آن است را سامان
خواهد بخشید. بر اساس دیدگاه محققان عراقی، دین قانون کامل و همه جانبه اجتماع است که امنیت و نظم تنها در سایه آن تحقق می‌پذیرد. این بحث قاعده لطف رو حتما فرا بگیرید، یکی از نکات مهم کنکوری است. 3 خط اگر بیاید پایین‌تر، محقق عراقی معتقد است که انسان برای پیمودن مراحل رشد و رسیدن به غایات حقیقی خود که سعادت باشد به 2 چیز نیاز جدی دارد. اول، قانون که مسیر نیل به کمال و سعادت را تعیین می‌کند. دوم، سلطان عادل که قانون را به اجرا درآورده و بستر رسیدن به سعادت را فراهم می‌کند. برای این جلسه کافیه. انشاءالله در جلسات دیگه در خدمتتون خواهیم بود.